سلام بچه‌ها، امیدوارم که عالی باشید. امروز میخوام هوش مصنوعی ویو3 رو بهتون معرفی بکنم که میتونید به کمکش از رندرهای تک فریمتون انیمیشن های خیلی جذابی رو بسازید. قبل از اینکه بخوام شروع بکنم بریم با هم این انیمیشن رو ببینیم. فقط دقت داشته باشید که این انیمیشن فقط با چند تا رندر ساخته شده. به رندر من خوش اومدید. وارد سایت labs.google میشم و روی Create with Fellow کلیک میکنم. مجدد روی Create with Fellow کلیک میکنم و وارد اکانتم میشم. اگه شما اکانت ندارید میتونید یه اکانت جدید بسازید. اینجا پروژه هایی که قبلا کار کردیم رو میبینید. اگر که بخواید میتونید روشون کلیک بکنید، ادامه بدین، یا اینکه ادیتی که میخواین رو روش انجام بدین مجدد، و اگه نخواستین پروژه جدیدی بسازین روی این قسمت نیو پروژه کلیک میکنید. اسم این میز کار سمبیلر هستش. این قسمت براتون مینویسه. اینجا ما میتونیم به 3 روش تولید ویدیو بکنیم. یکی تکست تو ویدیو هستش که متن بهش میدین و ویدیو تحویل میگیرین. یکی فریم تو ویدیو هستش، از این فریم ها یا رندر هایی که دارین بهش میدین و ویدیو میگیرین. و یکی دیگه هم ingredients تو ویدیو هستش. من امروز میخوام از فریم تو ویدیو استفاده بکنم، پس روی فریم تو ویدیو کلیک میکنم. این قسمت وقتی که کلیک میکنین سریعا 2 تا مثبت براتون میاد که اینجا باید استارت فریممو بذارم و این قسمت اند فریممو میذارم. از این قسمت میام عکس اولی که میخوام رو آپلود میکنم و اینجا هم عکس دومم آپلود میکنم. خب من تصویری که میخواستم رو آپلود کردم. توی این قسمت شما میتونین از اینجا مشخص کنین که تصویر به صورت لندسکیپ باشه یا پورتری باشه، اتو افقی باشه یا عمودی باشه. خب من الان مد نظرم همین حالت لندسکیپ هستش. حتی میتونین یه قسمتی از تصویر رو انتخاب بکنین و بعد روی کراپ اند سیو کلیک بکنین. اما من الان کلش رو لازم دارم. کلش رو انتخاب میکنم و روی کراپ اند سیو کلیک میکنم. میرم برای قسمت دوم، تصویر دوممو به عنوان اند فریمم انتخاب میکنم. این تصویریه که من برای اند فریم انتخاب کردم. اینم بهتون بگم که این تصاویر رو من با جمینای گرفتم، یعنی تصویر رندرم رو داشتم و خواستم که یک خانومی روی صندلی نشسته باشه. بردمش توی جمینای و ازش خواستم که شخصیت خانوم روی این صندلی نشسته باشه و به دوربین نگاه بکنه. حتی بهش گفتم که موهای خانوم هم باز باشه و این تصویر رو بهم داد. خب چند تا تصویر دیگه داد که این از همشون به نظر من بهتر بود و سیوش کردم. فقط تنها چیزی که بود، من تصاویری که میگیرم رو اینهانس میکنم. طریق اینهانس کردنم توی ویدیوی قبلی بهتون آموزش دادم. فقط اینکه اینجا بهتون نشون بدم که تصویری که جمینای به من داد اینجوری بود که خب واضح نبود و من آوردم اینهانسش کردم. اگه که صورت خانم نگاه بکنید کاملا مشخص هست که چقدر شفاف شده، چقدر بهتر شده و حتی کتاب ها خیلی خواناتر شدن. همه تصویر خیلی بهتر شده. این تصویر اینهانس شده رو من سیو میکنم، دانلود میکنم و الان توی کارم دارم ازش استفاده میکنم. تصویر دومم رو انتخاب میکنم برای قسمت اند فریم و روی کپی اند سیو کلیک میکنم. حالا تو این قسمت براش پرامپت می نویسم. من پرامپت رو اومدم اینجوری براش نوشتم: یک خانم معمار با شلوار و کفش مشکی و بلوز سفید به آرومی وارد تصویر میشه و روی صندلی چرخدار میشینه و دوربین به آرومی روی صورتش زوم میشه و میگه به رندر من خوش اومدین و روی جنریت کلیک میکنم. خب این رندر رو برای من گرفت، اما میخوام قبل از اینکه پلی بکنم براتون یه توضیحی بدم. تو این قسمت ما ستینگ رو داریم، یعنی قبل از اینکه هر رندری رو بگیرین شما میتونین مشخص بکنین که مثلا تو این قسمت میتونین مشخص بکنین که چند بار براتون رندر بگیره. توجه کنین که هر بار هر چند تا رندر بیشتر بگیره خب کردی بیشتر ازتون کسر میکنه. من فعلا روی 1 بار گرفتم تا نتیجه رو
ببینم، ولی میتونین هر بار شما 2 بار بگیرین، یعنی 2 تا رندر براتون میگیره، 2 بار میتونین پلی کنین و از بین 2 تا رندری که گرفته یه دونه بهترینش رو انتخاب بکنین. فعلا من روی یکی گذاشتم. از این قسمت هم که مشخص میکنه که تصویرتون چطور باشه، پورتری باشه یا لندسکیپ باشه، که من بازم لندسکیپ خواستم. و اینجا هم مدل رندرتون رو میگه که حالا این با 3 و 1 به صورت فست گرفته شده. این قسمت ستینگه که گفتم اینم براتون توضیح بدم. گاهی اوقات رندرایی که میگیره خودش افکت صدا هم داره، یعنی هر 2 تا رندری که بگیره، حالا من یه دونه گرفتم ولی اگه 2 تا میگرفت یکیش ممکنه که صدا داشته باشه یکیش نداشته باشه. حالا من اینو پلی میکنم ببینم که صدا داره یا نه، ببینیم که نتیجه کار چی شده. از این قسمت میتونم اول فول اسکرینش کنم و بعد پلی بکنم. Welcome to my render. خب این الان صدا داشت اما متاسفانه یه باگی داشت که از این قسمت توی مبل میاد. اشکالی نداره، دوباره یه رندر جدید میگیریم تا ببینیم که البته پرامپ رو عوض میکنیم. این بار میگیم از پشت دوربین بیاد که دیگه حداقل مبل وارد نشه. خب من دوباره تصویرامو آپلود کردم و این بار براش نوشتم که خانم از پشت دوربین وارد تصویر میشه و ویلکام تو مای رندر رو میخوام این به فارسی بگه. پس این یه تیکه رو انتخاب میکنم و به جاش مینویسم بگه که به رندر من خوش اومدید و روی جنریت کلیک میکنم. شما میتونین، دوباره تاکید میکنم و میگم اینجا میتونم 2 تا انتخاب بکنم. این بار 2 تا رندر میگیرم و روی جنریت کلیک میکنم. میبینین 2 تا رندر همزمان برای من میگیره. خب من 2 تا رندر دیگه گرفتم. بعد از اون دوباره یه رندر دیگه گرفتم، پلی میکنم تا ببینین یک سری باگ ها داره و یک سری ایرادات. ویدیو اولی که بهم داد این ویدیو بود، خوب بود، از پشت دوربین میاد، اما به رندر من خوش اومدید. متوجه هستین؟ ایرادی که داره به رندر میگه رندر. کاری که باید بکنم این که داخل پرامپی که براش مینویسم، مثلا رندر ر رو که میذارم کسرم براش بذارم که این متوجه بشه و جواب بهتر بتونم بگیرم. خب دومی هم که بهم تصویر داده اونم پلی میکنم تا ببینین. به رندر من خوش اومدید. به رندر من خوش اومدید. خب اینم خیلی خوب بود، مخصوصا افکت صدایی که روش گذاشت، اما خب بازم گفت رندر، این مناسب نبود. اما اگر که این رندر رو درست تلفظ کرده بود خب قطعا میتونست گزینه خوبی باشه. یه دونه دیگه گرفتم ازش که ببینم که حروفو بذارم چجور میشه، ولی خب متاسفانه دوباره همونجوری بهم داد و من باید مجدد 2 تا میگرفتم. چرا 2 تا نگرفتم؟ چون که کردیتم الان همین لحظه تموم شد و بهتر دونستم که با هم دیگه شارژش بکنیم که شما هم راحت تر متوجه بشین چجور میتونین اکانت این هوش مصنوعی رو تهیه بکنین. قبل از اون میرم که ویدیوی جدیدم هم پلی بکنم تا ببینین. به رندرمون خوش اومدید. خب اینا ایراداتی بود که داشت. من برای اینکه بتونم مجدد ویدیو ازش بگیرم و به اون نتیجه نهایی و اون چیزی که میخوام برسم احتیاج دارم که اکانتمو شارژ بکنم. بریم که با هم دیگه ببینیم چجوری میتونیم اکانتمون رو شارژ بکنیم. قبل از اینکه بخوام اکانتمو شارژ بکنم اینو براتون توضیح بدم که با هر بار استفاده از این هوش مصنوعی شما 20 تا کردی بهتون تعلق میگیره، یعنی هر بار میتونین 20 تا ویدیوی 1 ثانیه‌ای به صورت رایگان از این هوش مصنوعی دریافت بکنین. الان اگه توجه بکنین اینجا به من ارور داده و گفته که 20 تا کردیت مصرف کردی. خب من از قبل هم استفاده کردم و الان 4 تای آخری مونده بود که استفاده کردم و تمام شد. برای اینکه شارژ بکنم روی قسمت آپدیت کلیک میکنم، وارد پنجره پنل هاش میشیم و همینجور که دارین میبینین خود سایت اومده روی پلن هاش تخفیفای مختلفی گذاشته. مثلا روی پلن پلاسش اومده از حدوداً 200 لیر به 100 لیر تخفیف گذاشته و اینجا نوشته که این تخفیف به مدت 6 ماهه، یعنی شما تا 6 ماه میتونین هر وقت که این پلنتون تموم بشه
مجدد 100 لیر شارژش بکنید. مثلا روی پلن پروش تقریبا 720 لیره اومده 0 گذاشته. این پلن رو به صورت آزمایشی گذاشته که همه بتونن از تمام اون امکانات و ابزارهایی که داره استفاده بکنن، بعدش به حالت عادی برگرده. توجه بکنید که اگر این پلن رو شما فعال کردین، اگه تا پایان اون 1 ماه پلن رو نرین و کنسلش نکنین، از ماه دوم به صورت خودکار بابت این پلن از حسابتون کسر میشه. از این موضوع هم دقت داشته باشین. و همینطور هم پلن اولتراش که تقریبا 9000 لیره و به 4500 لیر تخفیف خورده و به مدت 3 ماه هم هستش. بسته به نیازتون، بسته به اون چیزی که حالا خودتون میخواین، میتونین یکی از اینا رو انتخاب بکنید و خب توضیحاتش رو اینجا هم نوشته، اینکه چند تا رندر میتونین بگیرین، چه موتور رندرهایی میتونین استفاده بکنین و همه این موارد. من فعلا همین پلن پلاس رو انتخاب میکنم. روی Get Google AR Plus کلیک میکنم و این قسمت اگری میزنم، وارد پنجره پرداخت میشه. بعد از اون روی سابمیت کلیک میکنم. چون از قبل اطلاعات بانکیم، شماره کارت و همه اطلاعاتی که نیاز برای خرید اکانت ها وارد کرده بودم، دیگه از من سوال نپرسید و به صورت خودکار از حساب کسر کرد و مجدد برگشت به این صفحه اصلی. بعد از اینکه اینجور شارژ میکنین، توی این قسمت پروژه های قبلی که کار کردین بهتون نمایش داده میشه. من روی این پروژه کلیک میکنم تا ادامه کار رو با هم پیش ببریم. اگر یادتون باشه این پروژه نهایی بود گرفتیم و خب با باگی که داشت. من اگر همینو بخوام، این قسمت پایین اگر که دقت بکنین چند تا گزینه داره که این ریپرامپه، یعنی اگر بزنم مجدد پرامپم اینجا برام باز میشه و میتونم ادیت و حالا تغییراتی که میخوام رو روش اعمال بکنم. بهتون گفتم که بهتره ما فتح ضمه این کلماتی که داریم توی فارسی رو براش بذاریم که بهتر متوجه بشه. خب من اینجا این رو ادیت میکنم. بعد از اینکه ادیتش کردم مجدد روی سابمیت کلیک میکنم. دقت کنین پرامپی که میدین به هوش مصنوعی هرچی دقیق تر باشه، اون ویدیویی که تولید میکنه خیلی بیشتر و نزدیکتر به خروجیه که مد نظرتونه. الان اینو برای من گرفت، بزرگش میکنم و پلی میکنم تا با هم دیگه ببینیم. به رندر من خوش اومدید. این یکی خیلی بهتر بود. من اینو پسندیدم، همینو سیوش میکنم. برای سکانس بعدی دیگه نیاز نیست هم استارت فریم بذارم هم اند فریم بذارم. فقط رندرمو برای استارت فریم میذارم و یه پرامپ جدید براش مینویسم. اینجا عکسمو آپلود میکنم و توی این قسمت هم که پرامپمو براش مینویسم. پرامپمو این سری براش اینجوری تعریف کردم. بهش گفتم که یک خانم معمار با شلوار و کفش مشکی و بلوز سفید به آرامی از پشت دوربین وارد تصویر میشه و میره روی صندلی تک نفره جلوی میز میشینه و شروع میکنه روی کاغذ چیزی رو مینویسه. بعد از اینکه پرامپمو نوشتم روی جنریت کلیک میکنم. خب رندر آماده شد، ویدیو رو برام گرفت، بزرگش میکنم تا با هم دیگه ببینیم. واقعا خیلی رندر خوبی بود، پسندیدم. اینم سیو میکنم. بریم برای سکانس بعدی. خب حالا میام تصویر بعدی یا حالا شات بعدیمو آماده میکنم. رندر بعدیمو آپلود میکنم. من این تصویر رو از جمینای گرفتم. خواستم که یک تصویر کلوزآپ از یک زن در حال نوشتن روی کاغذ بهم بده. همین رو آپلود میکنم و میخوام سکانس بعدیم دوربین زوم بشه روی این تصویر. خب ویدیوم آماده شد. این ویدیویی که بهم داد دقیقاً طبق همون پرامپیه که خودم ازش خواستم. من پلی میکنم تا ببینیم با هم دیگه. خب برعکس داره می نویسه. بازم میتونین رندر بگیرین بارها و بارها تا به اون نتیجه دلخواهتون برسین. من همین رو سیوش میکنم.
بقیه سکانس های دیگه هم به همین روشی که بهتون آموزش دادم میگیرین و در نهایت توی یک برنامه ادیت پشت سر هم قرار میدین و به یک ویدیوی جذاب و ویدیوی جالب و ترند این روزها میرسین. با استفاده از این هوش مصنوعی شما میتونید توی هر لاین کاری که هستین به راحتی برای خودتون و حرفتون ویدیوی تبلیغاتی حرفه‌ای بسازید. فرقی نمیکنه تو چه رشته‌ای هستین، اگه طراحین، اگه که تو لاین آموزشی هستین یا تو لاین فروش و خدمات، آرایشگر هستین یا هر شغل دیگه‌ای که دارین، فقط کافیه ایده‌تون رو به هوش مصنوعی بدین و از اون ویدیو دریافت کنید. پس وقتشه خلاقیتتون رو به تصویر بکشین. خیلی خوشحالم که تا این لحظه ویدیو با من همراه بودین. به رندر من خوش اومدید. امیدوارم از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. اگر براتون مفید بود خوشحال میشم کانالمو سابسکرایب داشته باشید و با من همراه باشید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا یه آموزش دیگه و یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.